گفتن بیا رئیس دیوان عالی کشور شو، وقتی که نامه رو خون که ما میخوایم پست ریاست دیوان عالی کشور رو بهت بدیم، فردا صبح لباساشو برعکس پوشید و سوار یک چوب شد و پرید از خونه بیرون و هی داد میزد لغتت نزنه، شاخت نزنه، سم بهت نزنه، هی بالا پرید پایین برید. بچه ها تو کوچه داشتن بازی میکردن، یه دیوونه رو گیر آوردن، یکی بهش تلنگر زد، یکی بهش زنگ زد، اونم با بچه ها پایین بالا پرید و هارون هم هرچی منتظر شد گفتش پس این عالم بزرگ مملکتی کو؟ رفتن در خونش، زنش گفتش که والا لباساشو عوضی پوشید، سوار چوب شد و رفت. شوهر من تا دیشب خوب بود، صبح دیوونه شده. کجا ساله؟ گفتن تو کوچه پس کوچه هاست. رفتن تا رسیدن دیدن بله پا برهنه و لباسا عوضی و هی داره میگه